مادر مقامش خیلی بالاتر از همه حرف هاست. مادر حاضره تیغ به چشم خودش بره ولی به پای بچهش نره. مادر یعنی گذشت، یعنی فداکاری، یعنی همه دنیا میشه او بچهش و خواسته های بچهش. هر مادر در هر سنی در هر موقعیت مالی هم باشه باز میخواد امکانات بیشتری در اختیار بچهش بذاره. انشاءالله که بچه های ایران قدر مادر رو بدارن، حرمتشان داشته باشن. مادر دلش مثل شیشه ها، با کوچکترین تلنگری که بزنین ترک برمیدن. یاد آن باشه نسبت به مادر مهربان باشه. خسته ای، غم زده ای، مثل منی.